آنتونیو آدان در درون دروازه استقلال خواهد بود. بازی هم از این لحظه آغاز میشه. آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضاییان، سعید سرخیزان، علیرضا کوشکی، ابراهیم عارف آقاسی، اندونگ، سید ابوالفضل جلالی، محمد حسین اسلامی و مهران احمدی هم دیگر بازیکن‌های استقلال هستند. رامین رضاییان آماده ارسال این توپ هست در شرطی که 7 دقیقه سپری شده. این توپ به کجا خواهد رسید؟ حالا ارسال رضاییان داخل محوطه جریمه خطرناک و توپی که به بیرون رفت اونجا. حالا پرتاب رو انجام میدن. مهران احمدی میان مقابلش، ارسال رو دروازه، ارسال بلندیه، مشکلی برای زدن ضربه سر نخواهند داشت، اما اونجا رو پر کردن استقلالیا. فرصت رو دروازه، یه بار دیگه ضربه سر از یاران تراکتور. اندونگ روی پای راستشه، نگرفت، جفت و جور نشد و ضربه کافی رو نداشت. ضربه اندونگ رها میکنه برای آدان. توپ بلند، ادیب زارعی بیرون میاد و پوشش لازم رو انجام میده. اونجا اشتباه کرده و خطا اعلام میشه. البته برخورد اونجا صورت گرفت و آقای حیدری خطا رو اعلام کرد. ببینیم در این صحنه توپو در اختیار گرفته بود و مشکلی هم برای حفظ توپ نداشت. رضاییان، حالا ارسالش رو دروازه، ارسال خوب، یه ضربه سر خطرناک و بسیار فوق‌العاده. موقعیتی که اونجا کوشکی داشت دروازه تراکتور رو باز کنه. ببینیم این ارسال توسط رامین رضاییان و ضربه سری که زده شد تو از کنار دروازه بیرون رفت. خیلی خطرناک هم به بیرون رفت، نفسگیر. ایگور کنارشه، یه پاس تو در رو به جلو برای تومی. امیرحسین حسین زاده، فرصت برای تراکتور، میره که شک بگیره. تومی سلوشترکال نذاشت اونجا ضربه نهایی رو بزنه. اندونگ به دنبال توپ، خود اندونگ حرکت رو آغاز کرده. استقلالیا شانس ایجاد موقعیت رو دارن. فرصت هست برای کوشگیر، میاره روی پای راستش، عقب‌تر برای جلالی، از همونجا ضربش رو میزنه. ضربه ابوالفضل جلالی که از بالای دروازه بیرون رفت. این بازیکن شانس خودش رو امتحان کرد برای زدن گل. به این شکل توپش رو روانه دروازه تراکتور کرد و از بالای دروازه توپ به بیرون رفت. حرکت رو آغاز کرده احمدی. پیشروی این بازیکن، فرصت هست برای استقلال، حتی خودش هم شاید بتونه ضربه رو بزنه داخل محوطه جریمه. موقعیت خوب برای تیم استقلال تهران. مهران احمدی حالا ضربه رو میزنه و توپی که اونجا دور شده، نه کامل ضربه دوم هم ضربه جونداری نیست و توپ برمیگرده. حسین زاده توپو در اختیار داره، سهرابیان مقابلشه، خود امیرحسین حسین زاده رو بغل برای ایگور و سوتی که به صدا در میاد و پایان بازی در نیمه اول. حالا که نیمه دوم جذاب باشه، فرصت برای استقلال و رامین رضاییان، ارسالش رو دروازه، موقعیت برای استقلال. ادیب زارعی نباید دیگه توپ از دستش در بره. نزدیک بود استقلالیا گل اول بازی رو به ثمر برسونن. در تصویر آهسته ببینیم اومد جلو، فضا رو پر کرد، اما توپ از دستش دیگه در رفت که اونجا داشت خیلی خطرناک میشد. ارسال رامین رضاییان. خوششانسم بودن تراکتوریا. میبینیم از زوایای مختلف ارسالی که اومد رو دروازه و خروج ادیب زارعی. تو فوتبال تک صحنه‌ها، تک موقعیت‌ها میتونه سرنوشت یک بازی رو تحت تاثیر قرار بده. کوشکی حرکت رو آغاز کرده. ایگور راه توپ رو بست، خوبم بسته راه توپ رو. فرصت برای تراکتور میره که ایجاد بشه. تومی اشترکال یه لحظه ناهماهنگ، اما هر شکل ممکن توپ رو حفظ کرده. پاس برای امیرحسین حسین زاده. خیلی موقعیت خوبی بود براش، خیلی فضای خوبی در اختیار داشت. یه داخل پای راست با کات بیشتر میخواستیم توپه. به این شکل از کنار دروازه بیرون رفت. آنتونیو آدان داشت نظاره میکرد توپ رو. از این زاویه
بهتر دیده خواهد شد. احمدی بگیرتش، خطا میتونه اعلام بشه. خود احمدی که تازی میکنه اونجا، فرصت برای کوشکی، رو پای راستش میزنه ضربشو. کورنر برای استقلال. خیلی خوب از سطح کوشکی گذشت، پاس به سمت راست برای مهدی هاشم نژاد. یه کار خوب تیمی از یاران تراکتور. فرصت برای تومی اشترکال، این توپه میتونه گل بشه که این اتفاق نمیفته. موقعیت خیلی خوبی رو ایجاد کردن تراکتوریا با محوت حسین زاده رو. حالا پاس در عرض و راه توپ رو بستن اما نکامل. خود هاشم نژاد، خامربکوف، پاس خوب برای ایگور پوستونسکی تو این شرایط. عقب‌تر دانیل اسماعیلی فر، خود اسماعیلی فر عبور میکنه از سد بازیکن مقابلش، یه ارسال روی دروازه. رامین رضاییان، اسلامی میان به پیشوازش. خود اسلامی، دروژک هم برای تراکتور به بازی خواهد رفت. یه ارسال که زارعی برای گرفتن این توپ مشکلی نداره. محمد رضا آزادی و حسین گودرزی هم برای استقلال به بازی خواهند رفت. شاید یکی از تعویض‌ها جلالی باشه در سمت چپ و یکی هم حضور آزادی جای سحرخیزان که این پاس رو داد. پاس خوبی هم شد. موقعیت برای استقلال تهران و توی دروازه گل برای استقلال. اسلامی بود که دروازه رو باز کرد. اعتراض تراکتوریا، نتیجه میشه 1-0 به نفع تیم استقلال. باید صحنه بررسی هم بشه احتمالاً توسط وی آر. باید ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد و به چی اعتراض داشتن بازیکن تراکتور. به هر حال فعلا 1-0 به نفع استقلال. خوشحالی هم میکنن هواداره، ببخشید بازیکن استقلال، هوادار که نداریم حیف تو این بازی. به این شکل این پاس ارسال شد، مورد خاصی به نظر نمیاد و با این ضربه دقیق توپ رو فرستاد اسلامی به قعر دروازه تراکتور. ببینیم در ادامه تراکتوریا چه خواهند کرد و چه برنامه‌ای خواهند داشت. این پاس سعید سحرخیزان برای محمد حسین اسلامی و ضربه بسیار زیبایی که زده شد. صادق محرمی هم بهش بازی برسه. توپ خوب برای مهدی شیری، ارسالش انجام میده داخل محوطه. فرصت است برای هاشم نژاد. تیبور هالیلوویچ هم میتونه ضربه‌شو بزنه. حالا میزنه هاشم نژاد و تیبوری که اشاره میکنه موقعیت خوبی داشتن برای زدن ضربه. تو این صحنه ببینید اینجا رو داشت خودش آماده میکرد که شوتشو بزنه و این توپ هاشم نژاد که از بالای دروازه بیرون رفت. خود کوشکی، ایگور پوستونسکی یه لحظه اونجا از پیش رو برداشت و ضربهشو زد که توپ تو چارچوب نبود. خود تیبور هالیلوویچ میره ضربهشو زد که حالا توپش به بیرون رفت با اختلاف. چقدر میتونه بازیکن موثری باشه. هاشم نژاد ضربه رو میزنه با برخورد به یار استقلال. تو پداش میرفت تو دروازه که این اتفاق نیفتاد. ببینیم از این زاویه ضربه هاشم نژاد. آرمین سهرابیان بازی سوپر جامو فراموش کردن. سدلار یه لحظه اشتباه هم کرد. ادیب زارعی بیرون میاد و توپو در 2 مرحله در اختیار میگیره. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و برتری 1-0 استقلال در هفته اول مقابل تراکتور. 3 امتیاز این بازی رو به دست میارن استقلالی. و خیلی ممنونیم که ما رو همراهی کردید.